از کوهستان‌های کم ارتفاع با شیب ملایم گرفته تا مناطق هموار و نیمه هموار کوهپایه‌ای، از تپه ماهورهای خشک در قلب مرکزی ایران تا رمزارهای به ظاهر خالی از سکونت و از حاشیه‌ای رودخونه‌ها و برکه‌ها گرفته تا علفزارهای متراکم صعب العبور، میزبان بیش از 202 گونه پستاندار، 500 گونه پرنده، حدود 232 گونه خزنده و غیره است. اما در این بین جونورایی هم هستند که اگر تمام کره زمین رو سفر کنید تنها در ایران پیدا میشن و بومی ایران عزیزند. گورخر ایرانی، گوزن زرد و یوزهای ایرانی و چندین جانور شگفت‌انگیز دیگه که گنجینه‌های زنده ایرانند. توی این ویدیو میخوایم در مورد حیواناتی حرف بزنیم که مختص ایرانند و در هیچ جای دیگه نظیرشون رو نمیبینید. بدون شک معروفترین حیوان این ویدیو به یوزپلنگ ایرانی یا چیتای آسیایی تعلق پیدا میکنه. برخلاف بقیه گربه‌سان‌ها و حیوانات درنده، فقط این یوز توی ایران زندگی میکنه و هیچ جای دیگه ای نیست. این گربه‌سان تیزپا حدود 32 تا 47 هزار سال پیش از آفریقا به سمت شرق آسیا اومده و تو کشورهایی مثل هند و ایران ساکن شد، ولی کم کم تعدادشون کمتر و کمتر شد تا جایی که الان فقط ایران تنها جاییه که یوزها توش باقی موندن. البته تعدادشون خیلی کمه و کمتر از 50 تا ازشون توی کشور هست. زیستگاه اصلی این گونه کمیاب و در خطر انقراض تپه ماهورها و کوهپایه‌های مناطق کویریه. توی فارسی بهش میگن یوز که معنیش میشه جهیدن یا شکار کردن و یوزپلنگ هم یعنی پلنگ شکارچی. به این حیوان لقب سریع‌ترین و خوش‌فرم‌ترین حیوان خشکی رو دادن. بدنش پر از خاله به جز گردن و شکمش و همین باعث شده بهش چیتا هم بگن. سرعت یکی از دلایلی که این یوز زیبا زندگی توی مناطق خشک و باز رو به جنگل ترجیح میده. یوز ایرانی یه دونده حرفه‌ایه که میتونه تا سرعت 110 کیلومتر بره. اگه توی جنگلا زندگی کنه دیگه نمیتونه اونجوری بدوه. این حیوان معمولاً تنها زندگی میکنه، برخلاف گورخر ایرانی که به صورت گله‌ای زندگی میکنه. وضعیت گورخرها به طور کلی خیلی خوبه و در معرض خطر انقراض یا تهدید نیستن، ولی این موضوع برای گورخر ایرانی صدق نمی‌کنه. برخلاف بقیه گورها، گور ایرانی تو خطر انقراضه و کمتر از 1000 تا ازشون توی دنیا، بهتره بگیم فقط توی ایران باقی مونده. گور ایرانی یه زیرگروه از گورخر آسیاییه که قبلا توی خاورمیانه، آسیای مرکزی و حتی چین خیلی زیاد بوده، ولی به خاطر از بین رفتن زیستگاه و شکار غیرقانونی جمعیتش خیلی کم شده. الان تعداد کمی از گورهای ایرانی تو پارک ملی خارتوران شاهرود، منطقه بهرام گور و نیریز فارس و منطقه بهادران یزد باقی مونده. زیستگاه اصلی این گورها مناطق استپی و نیمه بیابانیه، جایی که تپه ماهورها و دشت‌های باز داره. این حیوان هم بیشتر از گیاهان همین مناطق تغذیه میکنه. پوست گور ایرانی برخلاف گورخر آفریقایی راه نیست و یه بدن یک دست با رنگ قهوه‌ای روشن یا نخودی داره. گور ایرانی خیلی قدرتمنده و میتونه با سرعت 60 تا 70 کیلومتر در ساعت بدوه و میتونه مسافت‌های طولانی رو بدون خستگی طی کنه. گور ایرانی به آب بیشتری نیاز داره و این یه تفاوتیه با بقیه گورها. قبل از دیدن ادامه ویدیو، اگه تا اینجا همراهمون هستید، میخوام اگه ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنید و در ادامه با 3 حیوان دیگه که فقط منحصر به ایران عزیزمون هستن آشنا بشید. اما حالا با یکی از خوشگلترین و نایابترین گنجینه‌های طبیعتی ایران آشنا بشید. گوزن زرد ایرانی. این جواهر طلایی با خالهای سفید و درخشانش یه نماد واقعی از زیبایی و شکوه حیات وحش ایرانه. تصور کنید یه زمانی این گوزن قشنگ توی سراسر ایران دیده میشد
ولی حالا به خاطر شکار بی‌رویه و خراب شدن زیستگاهشون به خطر انقراض نزدیک شدن و فقط توی مناطق حفاظت شده میشه اینا رو دید. اما داستان اینجا تموم نمیشه. تلاش‌های زیادی برای نجات این گوزن زیبا در جریانه و برنامه‌های حفاظتی دوباره امید رو برای افزایش جمعیت زنده کرده. حالا بیان یه نگاه نزدیکتر به ظاهر جذابش بندازیم. گوزن زرد نر با شاخهای بزرگ و شاخدارش انگار تاجی رو سرشه و یکی از شگفت‌انگیزترین موجودات طبیعیه. هر سال این شاخها میریزن و دوباره در میان که نشونه ای از قدرت و زندگی دوباره است. گوزن‌های ماده هم با جثه ظریف‌تر و بدون شاخ ولی با چشمای درخشان و گوش‌های بزرگ و حساسشون یه جلوه از لطافت و زیبایی توی حیات وحش هستن. اما شاید بگید که بز کوهی که همه جای دنیا پیدا میشه، پس چرا توی این لیست قرار گرفته؟ درسته، گستره بزهای کوهی در همه جا هست، ولی هیچ کدوم ویژگی قوچ و میش لارستان رو ندارن. یکی از نایابترین گونه از بزهای کوهی که اندام کوچیکی داره و در استان فارس، کرمان و هرمزگان پیدا میشن. ویژگی این بزها توی شاخاشونه. شاخهای اینا سالی یک بار میافتن و یک شاخ جدید در میارن. هرچند اقدامات لازم برای محافظت از این گونه طی سالیان اخیر در شهرستان لارستان صورت گرفته، ولی باز خطر انقراض لعنتی این گونه وطنی رو تهدید میکنه. از صدقه سر دوستان کاربلد آمار بروزی از تعداد قوچ و میشه‌های لارستانی وجود نداره، اما احتمال میدن تعداد اونها کمتر از 700 رأس باشه. اما مگه میشه در مورد حیوانات حیات وحش ایران حرف زده بشه و اسم پلنگ ایرانی به میون نیاد؟ پلنگ‌های ایران بزرگترین گونه و نژاد پلنگ در جهانند که از زیرکترین و قدرتمندترین گونه گربه‌سانان هم محسوب میشن. این جونور رو سلطان کوهستان معرفی میکنن که قلمرو خاصی برای خودش در محل زندگی داره و هرگز این قلمرو رو با همجنس خودش شریک نمیشه. پلنگ رو همه به عنوان حیوان ملی ایران میشناسن و پارک ملی گلستان رو از جمله زیستگاه‌های مهم اون میدونن. اما این پستاندار ایرانی در مناطق مختلفی از رشته کوه‌های البرز و زاگرس تا کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان دیده شده. گاندو تنها کروکودیل بونی ایران و بزرگترین خزنده کشوره که در استان سیستان و بلوچستان و شهرهایی چون دشتیاری و راسک زندگی میکنه. اما یه فرق بزرگ با کروکودیلای دیگه دنیا داره که در ادامه بهش میرسیم. این تمساح پوزه کوتاه قدرت زیادی برای شکار داره و گاهی حیوانایی با وزن بیشتر از 400 کیلو رو به سادگی میتونه مهار کنه. طول بدن این تمساح به 3 تا 5 متر میرسه و نیمی از اون رو دم تشکیل میده. گاندو رو اولین خزنده حیله‌گر در شکار هم معرفی میکنن. این حیوان با قرار دادن تکه‌های چوب روی سر خود پرندگانی رو که در پی ساختن آشیانه‌اند فریب میده و اونها رو به دام میندازه. علاوه بر این رفتارهای عجیب، ویژگی جالب توجهی هم در تمساح پوزه کوتاه مردابی دیده میشه که مردمان سیستان رو به این جاندار علاقمند کرده. گاندوها عاملی برای حفاظت از آب برکه و تالاب در فصول گرم سالند و به نوعی مانع از خشکسالی محل زندگیشون میشن. حتی اهالی سیستان به این عقیده‌اند که در جایی که گاندو باشه خشکسالی در اون حوالی ریشه‌کن میشه. اونها برای این منظور کانال‌های عمیقی را تا حدود 15 متر در کنار رودخونه و آبگیرها حفر می‌کنند. این کانال‌ها ضمن ذخیره‌سازی آب و جلوگیری از تبخیر اون، پناهگاهی هم برای زندگی و استراحت تمساح در ساعات گرم روزه. تقریباً تو همه مواردی که گفته شد، یه جمله تکراری و کذایی به نام خطر انقراض هم اومد. به نظرتون این انقراض به خاطر چیه؟ مسئولین ناکارآمد، تغییر اقلیم و منابع غذایی و یا من و شما؟
لطفاً مشارکت کنید و نظرتون رو توی کامنت برامون بنویسید تا بتونیم یه برنامه مجزا براش بسازیم. اینا فقط 5 تا از حیوانات خاص ایران بودن که فقط توی ایران پیدا می شدن. تعداد دیگه‌ای هم هستن که ترجیح دادم توی یه ویدیوی دیگه معرفیشون کنم. لایک کامنت شما باعث میشه ویدیوی بعدی با انرژی بیشتری ساخته بشه. ممنون از نگاهتون.